داری فیلم میگیری؟ بیا با من، میخوام یه ترکیب رنگ پاییزی بهت بگم امروز. ببینین عزیزای دلم، پایه موهای کالیتمون 8.5-9. من میخوام روی این پایه براتون یه دونه رنگساژ گرم بذارم. رنگ اصلیمون 937، پایه رنگمون 9. ببینین 9-0 و میخوام بهش یه پیگمنت بدم، یعنی زردی و لیمویی رو ازش بگیرم. اینجا رو نشون میدیم مقدار رنگا رو. اکسیدانمون نیمه. موهایی که هست نمداره باید رو موی نمدار بزنید. من توی تمام رنگساژام آب میزنم به خاطر اینکه دست در نکنه. به خاطر اینکه اول رنگ رو با هم قاطی میکنیم، آب میزنم چون براقش میکنه. حالا الان چون رو موی طبیعی نیست من نمیزنم. حالا محسا جون میتونی اسپری آبمون رو بیاری؟ من اونجا یه ذره چیز کنم، نمدارش کنم. من یه کوچولو نمدارش میکنم. نگران نباشین، هیچی نمیشه. بزنید تند. رنگساژو حتما باید سرعت دستتون زیاد باشه. رنگ رو قشنگ تار به تار شونه کنیم. دوباره برگردونیم پشت. حالا میتونیم بهش مکس بدیم. هر وقت دوست داشتین پیگمنتی که گرفتین از مو دوست دارین روشن باشه، خب زودتر میشوریم، و اگه نه میخواین یه کوچولو تیره تر باشه زمان میدیم بهش. زمان مکس رنگساژمون هم 1 ربع. شونه میکنیم تو موی طبیعی رو موی سر، فیدش میکنیم با ریشه. بریم ببینیم یه مکس بدیم، بعدش رو براتون ببینین عزیزای دلم. 10 دقیقه مکس دادم به مو. رنگساژش رو ببینین، یه کاراملی خوش رنگ.